هیچ مردی کامل نیست. اگه مرد سخت کوش میخوای باید بپذیری چنین مردی چون زیاد کار میکنه بیشتر وقتا خسته است. حتی وقتی میاد خونه دیگه انرژی لازم برای توجه کردن به شما نداره. اگه مرد خوش قیافه میخوای خب باید بپذیری که نگاه و توجه دیگران هم به این مرد زیاده. میتونی با این موضوع کنار بیای؟ اگه مرد موفق میخوای باید بپذیری فشار و مسئولیت کاری این آدم زیاده. ممکنه با شما بیاد تفریح ولی همش داره به امور کاریش رسیدگی میکنه. شاید هم این آدم زیاد عصبی میشه به خاطر همون فشار مسئولیتاش. اگه مرد مهربون میخوای باید بدونی که این مرد احساسات زیاده. شاید زیاد برنجه، زیاد قهر بکنه به خاطر همون احساسات فراوانش. اگه مرد منطقی میخوای باید بپذیری که این آدم منطقی شاید احساسات تو رو درک نکنه به خاطر اینکه همیشه عقلش اولویتشه. اگه مرد اجتماعی میخوای باید بپذیری که چنین آدمی دوستای زیادی داره و میخواد وقت زیادی رو با دوستاش بگذرونه. ببین مردها همشون کامل نیستن همونطور که ما زنها کامل نیستیم. حالا به هم بگو کدوم یکی از این مردهایی که برات شمردم اولویت توه؟